چرا پژوهشگران از ریشه‌های معنوی هنر مدرن کمتر صحبت کردند؟ هنر انتزاعی و انجمن سری تئوسوفی. هنر مدرن معنوی‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. خیلی از چهره‌های اصلی هنر انتزاعی که جریانی به شدت تأثیرگذار بر هنر مدرن بود، عقاید شدید مذهبی و عرفانی داشتند و هنرشون بر اومده از اون عقاید بود. هنر و دین از دوران باستان تا امروز ارتباط تنگاتنگی با هم داشتن، اما ظاهراً هر چقدر به عصر معاصر حرکت کردیم مرز بین این دوتا پررنگ‌تر شده، به طوری که هنر مدرن رو هنری کاملاً سکولار میدونن. ولی اگه با نگاهی موشکافانه بریم سراغ ریشه‌های هنر مدرن، می‌بینیم که رگه‌هایی از عرفان و دین و مذهب توی هنر مدرن وجود داره. توی این ویدیو جستار من به صورت مشخص میخوام برم سراغ هنر انتزاعی که خیلی از جنبش‌های هنر مدرن از دل اون بیرون اومد. چهره‌های اصلی اون تحت تاثیر جریانی با عنوان تئوسوفی بود، جریانی که ادعای احیای یک حکمت باستانی رو داشته. تئوسوفی که از اون تحت عناوین مختلفی مثل انجمن، مذهب، حکمت، فرقه و غیره یاد میشه، در سال 1875 به رهبری عارف روس و البته متخصص علوم باطنی یعنی هلنا پتروفنا بلاواتسکی با شعار هیچ مذهبی بالاتر از حقیقت نیست در شهر نیویورک در قالب انجمن تئوسوفی تأسیس میشه. البته 3 سال بعد این انجمن به هند منتقل میشه و ستاد مرکزی خودش رو در آدیار هند تأسیس میکنه. تئوسوفی به صورت کلی بر پایه آموزه‌های بلاواتسکی که توی کتاب مشهور خودش یعنی آموزه مخفی اونا رو شرح داده بنا شده. اعتقاد به وجود حکمتی باستانی و سری یکی از اصول محوری تئوسوفی به حساب میاد. بنابراین میشه گفت که تئوسوفیست‌ها معتقد به وجود یک حقیقت واحد هستند که این حقیقت رو هر کدوم از ادیان به نوعی سعی کرده که بیان کنه. البته اینم بگم که این حقیقت واحد و اساسی رو فقط توی ادیان نمیبینن و معتقدن که فلسفه و علوم هم هر کدوم به شیوه خودشون سعی کردن که این حقیقت رو نشون بدن. همونجور که بلاواتسکی میگه یک انجمن برادری مخفی و باستانی وجود داره که از ادیبان روحانی تشکیل شده. تئوسوفیست ها از این ادیبان با عنوان مسترز یا استادها یاد میکنن و معتقدن که حکمت عظیم باستانی که ازش صحبت میکنن رو جمع کردن و حالا توی عصر مدرن به واسطه انجمن تئوسوفی و آموزه‌های بلاواتسکی میخوان که اون حکمت باستانی رو به مردم منتقل کنن. بعد نیست که بدونیم توی فلسفه اسلامی معمولاً به این حقیقت واحد یا دانش سری و باستانی میگن حکمت خالده که خیلی از فیلسوفای مسلمون مثل سهروردی یا اخوان الصفا هم بهش اعتقاد داشتن. بعد از اون این عقیده به اومانیست‌های ایتالیا مثل فیچینو و پیکو و کوزانوس هم میرسه و اونها هم به شیوه خودشون اعتقادشون رو به این حقیقت باستانی و جاویدان عنوان کردن. جهانبینی تئوسوفیست‌ها خیلی شبیه به نوافلاطونیانه و اونا معتقدن که کل هستی از یک موجودیت واحد یا مطلق صادر شده. اما یکی دیگه از اصول بنیادی تئوسوفی که به موضوع بحث ما هم ارتباط بیشتری پیدا میکنه تأکید اونا روی تجربه‌های عرفانیه و اعتقادشون به وجود یک واقعیت عمیق‌تر روحانی که با شهود و مراقبه و الهام یا شکل‌های دیگه‌ای از آگاهی اصطلاحی میشه بهش دست پیدا کرد. دو نفر از تئوسوفیست‌های مشهور و تاثیرگذار یعنی چارلز وبستر لیتبیتس و رودولف اشتاینر در اوایل قرن 20 به صورت مشخص به بخشی از آموزه‌های تئوسوفی که به حاله انسان‌ها ارتباط داشت پرداختند. این دو نفر توی متونشون توضیح دادن اونایی که توانایی روشنبینی دارن میتونن شکل‌های اندیشه و حاله‌های انسان رو ببینن و دریافت‌هایی که این افراد از جهان‌های عمیق‌تر یا بالاتر دارن بسیار شبیه به پدیدار شدن رنگ‌هایی که ما توی دنیای فیزیکی میتونیم ببینیم. آنی بسانت یکی دیگه از اعضای انجمن تئوسوفی بود که این مسیر رو ادامه داد و توی سال 1896 مقاله‌ای رو با عنوان شکل‌های اندیشه در نشریه لوسیفر که نشریه متعلق به انجمن تئوسوفی بود منتشر کرد. بسانت اونجا ادعا میکنه که دو نفر از روشنبین‌های تئوسوفی تونستن جوهر اندیشه رو ببینن و توی این مقاله اومده 4 صفحه رو اختصاص داده به تصاویری از شکل‌های اندیشه مختلف که
اون 2 نفر توصیف کردن و یک هنرمند اونا رو کشیده. بعد از این مقاله آنی بسانت توی سال 1905 با لیدبیتس کتاب شکل‌های اندیشه رو منتشر می‌کنه. جرأت میتونم بگم که این کتاب سرآغاز هنر انتزاعی بود و حتی بقیه جنبش‌های هنر مدرن هم از این کتاب تأثیر گرفت. این کتاب که بر اساس آموزه‌های تئوسوفی نوشته شده، به چگونگی تجسم یا نمود بصری افکار و تجربیات و احساسات انسان‌ها پرداخت و برای این کار از چند نفر که توانایی روشنبینی دارن استفاده میکنه و تجربیات اونها رو به کمک چند تا نقاش به شکل در میاره. تو مقدمه کتاب نوشته شده همونطور که خیلی از تئوسوفیست ها معتقدن اندیشه ها شیعیت دارن و این کتاب قصد داره به خوانندگانش کمک کنه تا این حقیقت رو متوجه بشه. صفحه آغازین کتاب با یه جدول شروع میشه، جدولی با عنوان معانی رنگ‌ها که توی اون برای بعضی از افکار و احساسات و تجربیات انسان معادل‌های رنگی گذاشته شده. نکته جالب دیگه‌ای که توی این کتاب بهش اشاره شده، اصول سه‌گانه‌ای هست که برای تولید همه شکل‌های اندیشه طرح شده که دقیقاً میتونه مثل یک متن راهنما برای هنرمندی باشه که میخواد یک اثر انتزاعی خلق کنه. این 3 اصل از این قراره: کیفیت اندیشه رنگ رو مشخص میکنه، طبیعت اندیشه فرم رو مشخص میکنه و صراحت اندیشه وضوح خطوط بیرونی رو مشخص میکنه. توی متن کتاب تاکید شده که تصاویر کتاب شکل‌های خیالی نیستن که صرفاً یه نفر اونا رو حدس زده باشه. در واقع بازنمایی از شکل‌هایی هستن که توسط زنان و مردان معمولی مشاهده شده. در ادامه به چند تا از شکل‌هایی که تو این کتاب اومده میپردازیم که تأثیر این کتاب رو بر هنر انتزاعی متوجه بشیم. تصویر شماره 13 از این کتاب که عنوانش چنگ زدن بر خوی حیوانی هست، شکل اندیشه‌ای رو نشون میده که از میل شدید به مالکیت فردی نشأت گرفته و در توصیف اون اومده که رنگ سایه سنگینی که شکل رو بیروح کرده حاکی از خودخواهیه و قلاب‌های خمیده‌ای هم که توی شکل می‌بینیم خصوصیت اون رو نشون میده که همون حس مالکیت رو تداعی میکنه. در ادامه گفته شده که خالق این شکل اندیشه هیچگاه فهمی از عشق فداکارانه نداره. می‌بینیم اینجا که انگار یک منتقد هنری داره یک اثر انتزاعی رو نقد میکنه. درباره تصویر 22 و 23 که کنار هم اومدن نوشته شده که اینها شکل‌های اندیشه عصبانیت کشنده شکل سمت راست و خشم پایدار یعنی شکل سمت چپ رو نشون میدن که اولی از حاله مردی خشن که توی غرب لندن بوده گرفته شده که تا حدودی از به قول معروف از کوره در رفت. دومی هم اندیشه یک خشم تثبیت شده رو نشون میده که شدت داره و به دنبال انتقامی از نوع قتله و میگه که این زمینه مشکی هم که برای دوتاشون مشترکه نشون میده که خشم همیشه از کینه و تنفر میاد. تصویر 27 هم به صورت خلاصه ترس ناگهانی رو نشون میده یا شکل 29 که هرس برای مست کردن رو نشون میده و از شکل 30 به بعد کتاب از تصویرسازی افکار و احساسات فردی سمت روایت رخدادها و تجربیات حرکت میکنه. توی این تصویر یعنی تصویر شماره 30 ما 3 تا شکل می‌بینیم که بر اومده از یک اتفاق وحشتناکن که توی دریا رخ داده. شکل سمت راست فوران خاکستری سربی خشم رو نشون میده که از شالوده خودخواهی محض بیرون میاد. خب ظاهر متلاشی شدهش هم نشون میده که کلیت روح اون فرد با خوفی افروخته و کور تسخیر شده. درباره شکل سمت چپ هم اومده که این شکل تلاشی برای یافتن تسلی در دعا کردن یا مقابله کردن با ترس رو هم به نوعی نشون میده که اونو میتونیم توی اون رنگ آبی خاکستری ببینیم که داره با اکراه خودش رو بالا میکشه از اون حجم. و در نهایت راجع به شکل بالایی گفتن که مربوط به خدمه کشتیه که مسئول جون مسافران بود و برخلاف اون 2 تا شکل که عمدتاً ضعف رو نشون میدن، اینجا ما اندیشه قدرتمند، صریح و مشخصی رو می‌بینیم که سرشار از انرژی و قاطعیته. و اون رنگ نارنجی این شکل هم اعتماد به نفس و توانایی اون شخص رو در مدیریت بحران نشون میده و اون زرد درخشان هم نشون میده که اون فرد داره از هوش خودش برای حل کردن اون مشکل استفاده میکنه. تصویر 31 که عنوانش در شب اول هست تجسم شکل اندیشه بازیگری رو نشون میده که منتظر تا روی صحنه بره و تصویر 34 هم که تصویر جالبیه عنوانش در خاک سپاریه و تجربه متفاوت 2 نفر رو از
مرگ و از دست دادن یک نفر داره نشون میده. توی تصویرهایی مثل تصویر 38 و 41 هم شکل اندیشه افرادی رو میبینیم که در حال مراقبه هستند و تجسم موسیقی کسانی مثل مندلسون و واگنر رو هم در تصاویر پلیت M و پلیت W میتونیم ببینیم. خب بریم سراغ هنرمندانی که بنیاد هنر انتزاعی رو بر اساس آموزه‌های تئوسوفی پیریزی کردند و به نوعی جریان هنر مدرن رو شکل و جهت دادن. این هنرمندان رو میتونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم: تئوسوفیست‌های هنرمند و هنرمندان تئوسوفیست. خیلی ها اولین تئوسوفیست هنرمند رو خود بلاواتسکی میدونن که البته من نتونستم آثار زیادی ازش پیدا کنم، اما یکی از شاخص‌ترین چهره‌هایی که توی این گروه قرار میگیره پیت موندریانه که اوایل قرن 20 با متون تئوسوفی آشنا میشه و در سال 1909 به شاخه هلندی انجمن تئوسوفی میپیونده. موندریان بر پایه آموزه تئوسوفیک مطلق مفهوم نئوپلاستیک رو طرح میکنه و همراه با یه تئوسوفیست دیگه که اونم هنرمند بوده یعنی ونداسبرگ جنبش هنر نئوپلاستیک رو آغاز میکنه. موندریان میگه که هنر نئوپلاستیک در آینده جایگزین دین میشه و هنرمند تبدیل میشه به کشیش این هنر مذهبی و به عامه مردم کمک میکنه تا به آرامش درونی و اون امر مطلوب خودشون برسن. هیلما کلینت رو میتونیم به عنوان دومین چهره شاخص این گروه محسوب کنیم که البته قبل از پیوستن به شاخه مرکزی انجمن تئوسوفی در آیدار در سال 1904 تجربیاتی از طراحی خودکار و روحانی رو هم داشته. نقاشی یا طراحی خودکار اینجوریه که هنرمند نقش یک مدیوم رو بازی میکنه، یعنی خودش رو واسطه‌ای قرار میده که روح از طریق اون طراحی رو روی کاغذ ترسیم میکنه. کلینت هنر انتزاعی رو طلایه‌دار روحانی یک جامعه یوتوپیایی هماهنگ میدونه که میتونه جهان آینده باشه. اما گروه دوم یعنی هنرمندان تئوسوفیست، کاندینسکی یکی از چهره‌های شاخص این گروه محسوب میشه که اونم دهه اول قرن 20 با متون و آموزه‌های تئوسوفی آشنا میشه و در سال 1912 کتاب مشهور خودش که به فارسی هم با عنوان معنویت در هنر ترجمه شده رو منتشر میکنه. توی همین متن که ابتدا اونو هوشنگ وزیری در سال 1305 به فارسی ترجمه کرده، از مادام بلاواتسکی نقل میکنه که یک پیک تازه حقیقت از جامعه عرفانی بشریت را برای پیام خود آماده خواهد یافت. شکل‌های بیانی به وجود خواهد آمد که او می‌تواند حقیقت را در کسوت آنها بپوشد. سازمانی یافت خواهد شد که چشم به راه از راه رسیدن او خواهد بود تا موانع و دشواری‌های مادی را از سر راه او بردارد. در قرن 21 زمین در مقایسه با آنچه هست بهشت خواهد بود. الان میتونیم دنیایی که پشت آثار کاندینسکی وجود داره رو با وضوح بیشتری ببینیم. در واقع کاندینسکی داره تلاش میکنه تا با آثار خودش به تحقق این آرمان یوتوپیایی که در پشت آموزه‌های تئوسوفی هست کمک کنه. لیست بلند بالایی از هنرمندان رو میشه توی این گروه قرار داد که خیلی هاشون به صورت مستقیم یا با واسطه تحت تاثیر آموزه‌های تئوسوفی بودن. از جمله اونها میتونیم به کسی مثل کوبکا اشاره کنیم که البته از قبل از آشنایی با تئوسوفی مدیوم بوده، یا روسولو که باز بر مبنای آموزه‌های تئوسوفی روی رابطه موسیقی و نقاشی کار کرده، یا مالویچ که تحت تاثیر آموزه‌های تئوسوفی و جریان دیگه‌ای تحت عنوان راه چهارم که متعلق به گورجیف بود جنبش سوپرماتیسم رو راه اندازی میکنه و خیلی چهره‌های دیگه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آموزه‌های تئوسوفی بودن. اما برگردیم به پرسشی که من در ابتدای ویدئو مطرح کردم: چرا کسی از ریشه‌های معنوی هنر مدرن صحبت نمی‌کنه؟ حقیقتی که وجود داره و معمولاً نادیده گرفته میشه اینه که مورخ یا پژوهشگر وقتی یک ساختار نظری رو طرح‌ریزی میکنه، برای اینکه بتونه اونو حفظ کنه و گسترش بده مجبور میشه خیلی از حقایق تاریخی رو نادیده بگیره. یا میشه اینجوری گفت که وقتی یک پژوهشگر فرضیه‌ای رو مبنا قرار میده، تمرکز خودش رو میذاره روی اینکه شواهدی پیدا کنه تا اون فرضیه رو اثبات کنه. توی مرحله بعد وقتی اون فرضیه پذیرفته میشه و تبدیل به یک معیار میشه،
پژوهشگران و مورخان دیگه بر اساس همون پژوهش‌های جدیدی رو طرح میکنن. همین باعث میشه که طرح کردن روایتی برخلاف اون سخت باشه یا حداقل زمان میبره تا روایت جدیدی جایگزین اون روایت قبلی بشه. توی مورد خودمون یعنی تاریخ هنر، اگه برگردیم به ریشه‌هاش میرسیم به همون نگاه دیالکتیکی هگل به تاریخ که توی ویدئوهای قبلی راجع بهش صحبت کردم. همین نگاه مبنایی شد برای وینکلمان که بر اساس اون اولین تاریخ هنر به معنای امروزی رو طرح کنه و خب بعد از اون تاریخ هنرهایی هم که نوشته شد هر کدومشون به نوعی این نگاه رو حفظ کردن. توی این روایت اصلی یا بهتره بگم ابر روایت تاریخ هنر، هنر مدرن به عنوان هنری کاملا سکولار شناخته میشه. بنابراین مورخ هنر وقتی به قرن 19 که سرآغاز سکولاریته توی ابعاد مختلف اجتماعی شناخته میشه میرسه، آثار هنری که ریشه های مذهبی و عرفانی دارن و نادیده میگیره. یا تو مورد ما وقتی به هنر انتزاعی میرسه ارتباط اون رو با تئوسوفی نادیده میگیره. پژوهش‌های زیادی در ارتباط با نسبت دین و هنر انجام شده که بعضیاشون تجربه دینی و تجربه هنری رو با هم مقایسه کردن و بعضیای دیگه از جنبه تاریخی به ریشه‌های مشترک این دو پدیده فرهنگ اجتماعی پرداختن. اگه دوست دارین راجع به نسبت هنر و دین بیشتر بدونید، حتما تو بخش کامنت ها برام بنویسین که ویدیوهای بیشتری با این موضوع کار کنم. ضمناً کتابایی که توی این ویدیو معرفی شد و یه سری منابع مرتبط دیگر رو توی کانال تلگرام بارگذاری میکنم و لینکش رو براتون میذارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.